салом бинандагони азиз, навгониҳои Тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи ахбори озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. имрӯз 13 май аст ва ҳоло нигоҳе ба унвони чанде аз гузоришҳои барнома. Сергей Лавров, вазири корҳои хориҷии Русия, дар душанбе хабарнигорони ғарбиро ба мусоҳиба бо товусҳо фиристод. Истгоҳи охирин куҷост? Нархи ор дар Тоҷикистон боз боло рафт. Тоҷирон мегӯянд воридоти маҳсулот кам шудааст. ما ارد 380 سال خریدیم و نزدیکی خیلی میخوایم که ارد ارزان‌تر شه انشالله کار سبک‌تر شه. ва 11 ангишткани тоҷикро дар Қирғизистон бо иттиҳоми убури ғайриқонунии марз боздошт намуданд. дар нишасти вазирони умури хориҷии кишварҳои муштаракулманофеъ дар пойтахти Тоҷикистон ҳодисаи ғайриоддӣ рух дод. Дақиқтараш дар поёни он вақте ки хабарнигорон хостанд ба вазири корҳои хориҷии Русия Сергей Лавров суол бидиҳанд. Вай ба онҳо ҳамсӯҳбатони дигарро тавсия дод. товусҳои боғчаи кохи Сомони Душанберо. Тафсилот аз Муллораҷаб Юсуфӣ ва Барод Юсуфӣ. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه چند قدم دورتر از ما نشست خبری برگزار کرده ایستاده است، اما به ما اجازه ندادند که در این نشست شرکت کنیم. نمایندگان وزارت کارهای خارجی روسیه گفتند تنها به نمایندگان رسانه‌های دولتی روسیه اجازه داده می شود که صحبت سرگئی لاوروف را ثبت کنند. سرگئی لاوروف بعد شرکت در نشست وزیران کارهای خارجی اتحادیه دولت‌های مستقل به اینجا آمد و حالا ما نمی‌دانیم که او درباره چه صحبت دارد. پس از انجام این نشست خبرنگار نسایش وریم تلاش کرد بر سؤال خود از لاوروف پاسخ بگیرد، ولی در جواب لاوروف گفت با طاووس‌ها هم صحبت شود. Господин Лавров, разрешите вопрос от представителей иностранных СМИ. А нас не пустили. Сказали, что по вашему поручению. نشست وزیران کارهای خارجی اتحادیه دولت‌های مستقل در دوشنبه 2 ساعت پس درهای بسته ادامه کرد. در این نشست وزیران کارهای خارجی عضو اتحادیه دولت‌های مستقل شرکت داشتند. کرسی اوکراین در تالار خالی بود و این کشور را تنها پرچمش نمایندگی می‌کرد. خبرنگاران را تنها به قسمت افتتاحی آن راه دادند. نمایندگان اتحادیه دولت‌های مستقل بعد انجام جلسه گفتند وزیران 11 مسئله را بررسی کردند. این مسئول سازمان تصدیق کرد که اکثر قرارها بدون بحث قبول شدند. Особое внимание в ходе заседания в узком формате. در جریان جلسه محدود بیشتر با مسئله‌های هماهنگسازی در مسئله‌های سیاست بیرونی کشورهایمان در این شرایط مشکلی وضعی بین المللی تمرکز کرده شد. نمایندگان سیاست خارجی کشورهای عضو ایدم در این باره گفتند و از همه مهم به فعالیت هماهنگ شده در صحنه سیاست خارجی به خاطر حمایت از هر کشور عضو راضی شدند. اتحادیه دولت‌های مستقل یک سازمان زیر نفوذ روسیه است که کشورهای سابق شوروی را متحد می‌کند. سالهای گذشته گرجستان از این سازمان خارج شد و اوکراین هم چند سال است که به جلسه‌های آن نماینده نمی‌فرستد. مولارجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی دوشنبه. мақомоти амнияти Қирғизистон 11 сокини деҳаи Қурғончаи ноҳияи Ҷаббор Расуловро бо ҷурми убури ғайриқонунии марз боздошт намуданд. аз ҳодисаи боздоштии онҳо 2 ҳафта мегузарад, вале мақомоти расмии Тоҷикистон ба таври расмӣ изҳори назар накарданд. дар ҳукумати Ҷаббор Расулов ин хабарро тасдиқ намуданд, вале аз шарҳи ҷузъиёт худдорӣ варзиданд. расонаҳои Қирғизистон навиштанд ки 11 зодаи Тоҷикистон рӯзи 29 апрел боздошт шуданд. ин манбаъҳо мегӯянд онҳо ғайриқонунӣ дар анбори ангишти шаҳри Сулуктаи Қирғизистон кор мекарданд ва ба зидди онҳо бо иттиҳоми убури ғайриқонунии марз парванда боз намуданд. رو می‌آوریم با موضوعهای دیگر. نرخ ار در توجیکستان باز بالا رفت. روز 13 مای یک خلطه ارد استحصال توجیکستان در برخی از فروشگاه‌ها تا 350 سومونی و ارد نوی اعلا که از قزاقستان وارد می‌شود تا 380 سومونی قیمت داشت. مقامات این افزایش را به کم شدن ارد وارداتی از قزاقستان ربط می‌دهند. گزارش سروینازی روح‌الله و فرزان محمدی را با هم می‌بینیم. یک خلطه ارد 50 کیلویی هنوز یک روز پیش 320 تا 330 سومونی بود.
آن اکنون در بازارهای پایتخت از 350 تا 380 سومانی است. ارد یکی از محصولات اساسی خوراکواری خانواده‌ها در تاجیکستان است و بالا رفتن نرخ آن باعث نگرانی‌ها می‌شود. فضل‌الدین اسماعیلوف میگوید از اولی سال بار دوم است ارد قیمت‌تر می‌شود ولی درآمد او تغییر نیافته است. ما ارد 380 سوم خریدیم و نزدیکی. خیلی می‌خوایم که ارد ارزان‌تر شود، مثلا خرد سبک‌تر شود. مقامات سبب افزایش نرخ ارد را به محدودیت‌ها در صادرات آن از سوی قزاقستان ربط می‌دهند. تاجران گفتند حالا در دکان‌هایشان تنها ارد استحصال تاجیکستان را به فروش گذاشتند. دیگه دولت حاضر نوارده استیم از قزاق پیشتر می اومد حاضر این قزاق کمتر قیمت‌تره مودا کمتر وایه فروشش کمتر قیمتره برای همین اینو محصولات خودمون اثر ببینید میل کامیونیت شنبه استحصال کرده ای همه اردی است میل کامیونیت شنبه کوشا استحصال کرده من این اردو را استحصال کرده همه چیده میشوه گاندیمش و وارداتی که گاندیمش دیگه دولت میبره. فروشنده ها تاکید میکنند که اگر یک سبب گرانی ارد کاهش واردات این نوع محصولات از خارج کشور است، عامل دیگرش را موسمی نامیده به تمام شدن گندم در انبارهای کشور ربط میدهند. هر سال کمی اول است همین وقتی تمام شدن گندم یعنی تو گندم نو شدن هر سال همین اول است. هر سال 10 سم 15 سم بالا میره. با گندم نو که وارد شد با میفروشه پایان. همین یک ماه یک نیم ماه خیلی کم تغییرات میشه. روز 13 می در خدمات ضد انحصاری تاجیکستان افزایش نرخ ارد را تصدیق نموده و گفتند که یکی از سبب‌های آن محدودیت‌های نو در صادرات آن از طرف قزاقستان است. از این نهاد گفتند نرخ یک تن گندم صادراتی قزاقستان تا 365-385 دلار از سوی قزاقستان بالا رفت. چون این محدودیت موقتی است ولی نباید فراموش کرد که به این روند ناآرامی‌ها میان روسیه و اوکراین نیز تاثیر گذاشته است. طبق اطلاع رسمی سالانه به تاجیکستان نزدیک 1 میلیون تن گندم وارد می شود که بیش از 99% آن به قزاقستان راست می آید و این کشور قبلا خبر داده بود که در مورد صادرات ارد و غله محدودیت ها جاری کردن است. از اول سال جاری این بار دوم است که ارزش ارد بالا می رود. سروینوز روح‌الله، فرزان محمدی، آزادی، دوشنبه. و در ادامه همین موضوع یک تحقیق در تاجیکستان نشان داده است که احتمال دارد به سبب جنگ در اوکراین و همین گونه بالا رفتن نرخ‌ها تعداد مردمی که در تاجیکستان به قدر کافی مواد غذایی نمی‌یابند و محتاج کمک می‌شوند به بیش از 800,000 نفر خواهد رسید. بر اساس این تحقیق شماره آنهایی که دیگر به سختی خانواده خود را با نان تامین می‌کنند به 3 میلیون نفر برابر می‌شود. همکارم میرزانبی خالقزاد این تحقیق سازمان جهانی آذوقه را ورق زد و همین حالا در استودیو در بر من است. درود بر شما. خب اول جزئیات این سند را میگفتید که اساساً پیامدهای جنگ برای اقتصاد و امنیت غذایی در تاجیکستان تصویر شده است. بله شالا درست قید کردید. در تحقیق آمده است از بس که تاجیکستان یک شریک اساسی اقتصادی روسیه است و داد و گرفت زیاد با آن دارد و هم روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری تاجیک می باشد. هر تاثیر منفی که به اقتصاد روسیه پیش می آید در تاجیکستان هم پیامد خواهد داشت. مؤلفان نوشتند که اقتصاد تاجیکستان که در عهد کووید هم رنج کشیده بود حالا به سبب تحریم های ضد روسیه عذاب می کشد. نرخ مواد غذایی بالا رفته است، انتقال پول هم از روسیه کم می شود، ارزش پول ملی پایین می آید. مشاهده نرخ‌ها نشان داده است که ماه مارت در مقایسه با ماه فوریه ارد 15%، قند 16% و روغن 6% قیمت شدند. بهای بنزین و سالرکه از 19 تا 21% بالا رفته است که آن خود به خود سبب افزایش قیمت تمام مال و مواد غذایی شده است. بله در کشور. خب تحقیقات در رابطه با تاثیر این روند و بالاروی قیمت‌ها به زندگی مردم در تاجیکستان چیزی میگوید؟ ببینید سازمان جهانی آذوقه‌واری میگوید که ماه آگوست سال گذشته مسئله دسترسی و احتیاج عائله‌های تاجیک به خوردنی‌ها تحقیق کرد و معلوم شد که 32% عائله‌ها در تاجیکستان 65% درآمد خود را برای غذا صرف می‌کنند. درآمد این عائله‌ها نیز به پول مهاجران وابستگی دارد که شاید به سبب تحریمات بر ضد روسیه کمتر شود، چون اولین کسانی که به گفته محققان در صورت دشواری در کارخانه در روسیه بیکار میمانند مهاجران از آسیا مرکزی و از جمله تاجیکان هستند. سازمان جهانی آذوقه‌واری میگوید که در تاجیکستان تا حال 40,000 نفر از جهت تامین خود با خوراک و خوردنی‌ها سخت عذاب میکشند و ممکن است به سبب جنگ اوکراین و بالاروی نرخ شمار آنها به بیشتر از 800,000 نفر رسد.
به گفته این سازمان این طبقه اهالی بدون شک به کمک‌های بشری احتیاج پیدا می‌کنند. علاوه بر این تعداد آنهایی که امنیت غذایی خوب ندارند از 2 میلیون نفری حاضر به مرز تقریبا 3 میلیون نفر میرسد. در این صورت به گفته سازمان ملل مردم در تاجیکستان مجبور میشوند از طبابت و خریدن کتاب دست کشند و مواد خوردنی بخرند. این است تحقیقات این سازمان. خب تشکر فهموش و دوستان عزیز. همکارم میرزا نبی خالقزاد بود که درباره یک تحقیق دایر به تاثیر جنگ اوکراین به امنیت غذایی در تاجیکستان صحبت میکرد. در محله معروف به وداناساز شهر دوشنبه یک جوان از ضربه نیروی برق فوت دیده است و برخی شاهدان میگویند و از سربازشکاری مقامات فرار میکرد. این حادثه پس از نصف روزی 12 می رخ داده است. چندی از ساکنان گفتند جوان از ترس ابله و گریخته به داخل ترانسفورماتور وارد شده است که در نتیجه از شدت نیروی برق به هلاکت رسید. نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان مرگ این ساکن را از شدت نیروی برق تصدیق نمود، ولی گفت فعلا تفتیشات برای معاین نمودن شخصیت و سبب رخ دادن حادثه ادامه دارد. بینندگان عزیز، در این فرصت برنامه همراه پرچه از صحبت گپی آزاد را میبینیم که این دفعه درباره تقدیرگرایی در جامعه تاجیکستان بود. همکاران ما با شیرزاد عبدالله زاده دانشمند تاجیک و اسلام‌الدین سعیدов روحانی و ختم کرده دانشگاه اسلامی در این باره صحبت کردند که چرا در تاجیکستان تعداد زیاد میگویند که باید تقدیر خود را به دست خدا سپارید و کاری نکرد. اگر خدا خواهد همین حرکت هم نکنی، خدا خواهد اگر ایکون سوزن شطور میگذارد. او آدمی که خیلی میگه او به فکر به اندیشه خدا میگه که شما حرکت من برکت میتونه وقتی که خوش دید مترک تو تری. محترم عبدالزاده، نظر شما در رابطه به حرفای این ساکنان دوشنبه چی است؟ مرحمت خیلی کوتاه خواهش نظر من همین است که آن چیزی که مردم گفتن بغیر از خانم اول دیگرش به اون دلالت میکنه که مردم ما با کار و عمل و کوشش نه که به تقدیر و قسمت باوری داره و یعنی حرکت کردن از تو حرکت از من برکت دانشجو گفت این واقعا اصلی تصوری مردم ما است. مردم ما بیشتر تقدیرگرا جلوه دادن به فکرم خوب نیست. تشکر. با امید خدا نشو بوته محکم دار. بله تشکر. اسلام‌الدین شما چی میگوید؟ مرحمت خیلی کوتاه خواهش میکنم. بله این صحبتایی که در شنیدیم همین به همین شکل از رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این رابطه سوال شده است. وقتی که رسول خدا در مورد استفاده از دارو برای طبابت و اسباب میگوید، بعضی ها این سوال را مطرح میکنند که تقدیر چی میشود؟ رسول خدا در جواب میگویند که این هم از تقدیر هست، یعنی همین استفاده از ادویه و داروها برای درمان و طبابت از تقدیر هست. برای همین باید برای مردم فهمان، اون خانم هم خیلی حرفی گفت که اکثر مردم شاید به این باور باشند. دوستان مهربان، برنامه جالب فردا ساعت 11 به وقت دوشنبه و ساعت 9 به وقت مسکو در وبسایت ما و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تقدیم می شود. و یک خبر دیگر، امریکا و اتحادیه اروپا خواستند قتل شیرین ابو عاقله خبرنگار شبکه الجزیره هنگام عملیات نظامی ارتش اسرائیل در شهر جنین شمالی کرانه باختری رود اردن مستقلانه تحقیق شود. شیرین ابو عاقله خبرنگار 51 ساله فلسطینی آمریکایی روز 11 می بر اثر رسیدن تیر به سرش کشته شد. بینندگان عزیز، با سپاس به شما که تا این لحظه برنامه ما را تماشا کردید. نشر نوبت اخباری آزادی به انجام رسید، ولی خبرگزاری شوی دیگر را میتونید در وبسایت ما پیدا کنید. امیدوارم در روزهای آینده استراحت خوب داشته باشید. تا دیدار در هفته نو. خدا نگهدار.